آناناس رو برش بزنم و به شما آموزش بدم. این شکلی میشه مثل مدلی که قبلش زدم. اول آناناس رو به 2 قسمت تقسیم می‌کنیم، بعد باز دوباره اینو به 2 قسمت، در واقع آناناس رو به 4 قسمت تقسیم کنیم. ما می‌خوایم که این قسمت بالاییشو خب از این گوشت پایینیش جدا کنیم، ولی باشه جدا نشه کامل. بنابراین من اینو یه اینطوری جداش کردم، ولی جدا نشد از خود پوستا. سر و تهش وصل. آره سر و تهش وصل. حالا یه فضایی رو در نظر گرفتم اینجا و اینطوری از این زیرش مثلا خربزه که میخوایم قاچ کنیم دیگه اینطوری الان این از این بالایی جداست، ببینید. بعد حالا شروع میکنیم این پایینیه رو برش زدن. یکی جا به جاشون میکنیم، یه دونه اونور یه دونه این شکلی میشه تا آموزش دیگر بدون.